سلام عرض کنم خدمت آقای داوود نژاد عزیز هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم. بله خوبم. متشکرم. فیلم فصل نرگس. من اومدم که فیلمو ببینم. خب فیلم راجع به اهدای عضو، هر قدمی که برای اهدای عضو برداشته میشه به نظر من خیلی خوبه، چون من خودم نتیجه عطیه بخشندگی یه خانواده‌ام که الان زندم و اینجا رو پام. به خاطر همین هر تلاشی برای اینکه اهدای عضو جا بیفته بین مردم رو مقدس میدونم. من که دیگه نمونه بارز اهدای عضو، هر کی منو میبینه یاد اهدای عضو میفته. به هنرمندان فکر میکنم همه دارن تا اونجایی که میتونم من دیدم دارن قدم‌های مثبت برمی‌دارن و همه موافقن با این موضوع. اوضاع احوال سینما و تلویزیون ما این روزها، فکر میکنم که یه آشتی انجام شده بین من فکر میکنم البته از سینما از بدتر یه خورده اومده جلو. مردم واقعا میرن میبینن سالن‌ها، این پردیسا خیلی خوبه، شهرستانا خوب شده. امیدوارم همینطوری بیننده‌های تلویزیون خب هرچی فضا بازتر بشه بهتره. امیدوارم که یه خورده فضا بازتر بشه و دست هنرمندا تو کار بازتر بشه. خیلی تشکر میکنم از لطف شما. قربان شما.